عدس چقدر فایده داره اما بسیاری ها هیچ خوش ندارن. بیاین دوستای عزیز به این طریقه تیارش کنین که واقعا بسیار مزه‌دار است. یکی از کوفته هایی بود که در خانه ما بسیار طرفدار پیدا کرد، واقعا مزه‌دار هم بود. این کوفته های عدس بهترین بود. پیش از اینکه به تیار کردنش بریم، لایک، فالو، شیر فراموش نکنین. کامنت های مقبول که من انتظارش می باشم، از یادتان نره. بیاین دوستای عزیز تیارش کنیم. 2 گیلاس عدس پاک صفا شستم، 2 دانه زردک، 2 دانه کچالوی، 1 تا پیاز، 1 قاشق نمک و همراه 3 گیلاس آب داخل از این دیگ اضافه میکنیم و این سر منقل میمانیم در حرارت کم. دوستای عزیز حرارت کم مانین تا که عدس خوب مغز بخشه که به آسانی شما بتانین کوفته های مزه‌دار تیار کنین. عدس ما سعی کنین جوش داره و پخته شده دوستای عزیز به این شکل که نرم شد. این را داخل یک ظرف اضافه میکنیم، میمونیم کم سرد شود.